Парень, снимая это видео, не заметил ничего необычного. Но когда стал просматривать пленку, то ужаснулся от увиденного. У меня у самого мурашки побежали по телу, когда я увидел эту шутку. سلام و درودی به پایان بازم به همه شما مردمی مسلمان. سلامی خدمت به همه شما میرسانم. خداوند بزرگ نگهبان همه ما و شما باشد. من در این مسجد اینا نماز بامداد خواندم برادرای عزیز. اما ویدیویی که همو عروس روی کرد مقصد مرا در تعجبم نمون میگیم میریم نشان میتونم برای شما همو دروازه را یک جایی میبینیم. چی گفتیم؟ خداوند بزرگ نگهبان ما باشه. الله اکبر. صبح صادق نماز بامدادی به همه شما مبارک باشه. کم کم هوا یا چکله بارون های انشالله که اینا هم اومدیم پیش هم مسجد. خداوند بزرگ نگهبان باشه. این حاضی میفهمیم بچه ها. ما راستی گفت خودم همیشه تا سحر حیران شدیم که چی گپ باشه. از همش دقیق میکنیم برادرای عزیز. اینجا در پشتش دو سنگ موندگه. اول دو سنگ من میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سنگ میگیریم برادرها. دو سنگ گرفتیم. حاضی میفهمیم اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها گپ بین خودمون اولش خدا آخرش خدا یگان گپ خبر نیست. این در همه خیلی بده عوض آمدن قینه اینه که محکم شدنش نگاه کنیم برادرای عزیز. دستی ما ها من چلیک ببرسونم خودش میره نگاه اینا. بچه نرفت کو یا نوزن بیلا. مقصد که کم ترک اصول رونیشه بای برادرای عزیز. اینا ها برادران اینا اوست کم طرف روش سرنشیب که هست با گمانش همول شوه یا که اینو دستم خطی نمته میکنم باید برای خودش. بچه ای ایستاد کن زمانکوی قدیمه داره. همش در رس خداوند برادرای عزیز. ما فکری ما خودم با فکرم شمال های که بروی که من دورتر من میره بنابر بگیرم. ما فکر میکنم در پوشیده شده وزمی در هموس نه با گمان شمال قطعی میروم پریر پس عبید به شمال هم نبود نه که من میدونم وقت نه شمال نبود کو نگه من اگه پای که من فکر میکنم وزمی در همون طرف های نگه دستم قطعیم تیله کیستم ایده بی میسته اخی ایده بی انا اینجا اوستش میروه. دوستای عزیز من خلاصه من خودم برو وردم نمیتونم چی بگم راستی گپ خیلی خداوند خودش در دنیا میگه اگر که جین و عجین و پریار رو دیده میشید انقدر چلیک هم خیلی مونده نمیشید. چلیک تر هم خیلی مونده نمیشید اگر دیده میشید. همه تکیه به پروردگار کنید. ما خدا داریم بر ما ناخدا در کار نیست. سربلند و تنصت و خانوباد باشه در کجای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتون باشه. محمد رسول الله صلی الله و آله و سلام در این دنیا و در او دنیا نگهبانتون باشه. سربلند و خانوباد و تنصت باشه.